سلام، امروز میخوایم با هم دیگه یک کتلت ترد و خوشمزه درست کنیم. برای اینکه یک کتلت ترد و خوشمزه داشته باشیم چند تا نکته داره که حین درست کردن بهتون میگم. مواد لازمش رو تو کفش براتون مینویسم. سیب زمینی و پیاز رو رنده میکنیم. همونطور که میبینید اگه قسمت ته پیاز رو نکنید راحت تر رنده میشه. آبشون رو میگیریم اما نه کامل، یه کوچولو آبش بمونه بهتره. بعد گوشت، پودر سوغالی و ادویه ها رو با یه تخم مرغ با هم دیگه مخلوط میکنیم. یکم بهشون استراحت میدیم تا کامل مزه به خورده هم دیگه بده. روغن رو داغ میکنیم، تست هم میگیریم که کامل داغ باشه. بعد به مایه کتلتمون فرم میدیم و داخل روغن داغ سرخش میکنیم. بعد از سرخ شدن میتونیم با پلو یا با نون میل کنیم. حین سرخ شدن هم چند بار پشت روشون میکنیم که کامل سرخ بشن و رنگ خوش رنگی داشته باشن و کامل ترد بشن. برای تزیینشون هم میتونیم از گوجه، سبزی، فلفل و با پلو و نون میل کنیم. بفرمایید نوش جان.